سلام، خیلی خوش اومدید به این آموزش. امیدوارم که خوب باشید. توی این آموزش همونجور که میدونید قراره که در مورد گذشته صحبت کنیم. قراره که در مورد سیمپل پست صحبت کنیم. سیمپل پست رو استفاده میکنیم که بتونیم در مورد کارهایی که در گذشته انجام داده بودیم و تموم شده صحبت کنیم. مثلا میخوایم بگیم که من دیروز رفتم سر کار، از این ساختار استفاده میکنیم. یا رضا رو دیدم، باش صحبت کردم، از این ساختار استفاده میکنیم. کاری که در گذشته انجام دادیم و تموم شده. توی این آموزش میخوایم ساختارش رو یاد بگیریم، کاربردش رو یاد بگیریم که میدونید کاربردش خب برای بیان اتفاقای گذشته است دیگه. توی یک داستان میبینیم اون رو، مثالهای مختلف میزنیم براش که قشنگ براتون جا بیفته. در پایان هم یک سری تمرینات انجام میدیم که کاملا متوجه داستان بشید. اوکی؟ با من همراه باشید. خب بچه من یه نکته رو بهتون بگم قبل از اینکه وارد آموزش بشیم. توی پیج اینستاگرام من میتونید آموزش‌های مختلفی رو ببینید و برای آموزش امروزمون من یک پست گذاشتم که میتونید استفاده کنید و برای مرور یا یادآوری ساختار و مثالهای مختلف میتونید ازش استفاده کنید. یک داستان داره که ازش از سیمپل پست استفاده شده داخلش. کاربردش رو میگه، نکاتی که وجود داره در مورد حالا هر حالت جمله اینجا بیان شده. در مورد حالا میگم ساختارهای مختلف گفتیم و میتونید ازش استفاده کنید. پست بدی نیست، کاربردی هم هست. اوکی؟ پس برای مرور میتونید از این هم استفاده کنید. مجددا میگم پیج اینستاگرام من هست کوکولینگوال و میتونید اینجا مطالب مختلفی رو ببینید. اوکی؟ خب بریم شروع کنیم. طبق روال همیشه از داستانمون شروع میکنیم و ابتدا وارد داستان میشیم و داستان رو میخونیم. داستان در مورد این خواهر برادری که رفتن به موزه. اوکی؟ Let's start. باید بدونید که توی این ساختار، توی این حالا داستانی که داریم میخونیم، کاملا از ساختار سیمپل پست استفاده شده. پس اینجا میتونید کاربردش رو ببینید که چطوری ما میتونیم از سیمپل پست استفاده کنیم. بازم میگم سیمپل پست رو استفاده میکنیم که اون کارهایی که قبلا کردیم رو بتونیم بیان کنیم، بگیم که چی کارا کردیم. حالا اینا هم دارن در مورد، یا این داستان داره در مورد کاری که این خواهر برادر انجام دادن، مثلا دیروز، یا اینجا نوشته last Saturday morning، صحبت میکنه با استفاده از ساختار سیمپل پست. خیلی راحته، هیچ چیزی نداره، یه سری نکات ریز داره، فقط من میگم که بتونید استفاده کنید. خب وارد داستان میشیم. A day at the museum. The last Saturday morning, Emma and her brother Jack went to the city museum. They wanted to learn about animals and history. The museum opened at 9, and they arrived early. Emma and Jack walked through many rooms. They looked at old paintings, dinosaurs' bones, and interesting tools. Emma took photos, and Jack asked many questions and learned a lot. After the museum, they ate lunch in a small cafe nearby. They ordered sandwiches and hot chocolate. They talked about their favorite museum exhibits. When they went home, their parents were waiting for them. Emma showed their parents the photos. Jack talked about dinosaur bones. Everyone was happy. It was a fun day. اوکی؟ همونجور که متوجه شدید بچه‌ها داره در مورد اون
کاری که توی روز Saturday morning انجام داده. Last Saturday morning، صبح شنبه گذشته داره صحبت میکنه که اما و برادرش چی کار کردن. چیزی که احتمالا متوجه شدید یه سری جملات معمولیه، فقط افعالی که وجود داره توی این جملات مثل went، مثل wanted، اینجا مثلا arrived رو داریم، opened رو داریم، اینا شکلشون عوض شده. اینجا walked رو داریم، looked، چه میدونم مثلا فعلای دیگه. اوکی، هر فعلی که اینجا استفاده شده احتمالا متوجه شدید شکلشون تغییر کرده. مثلا میگه که گذشته last Saturday morning یعنی صبح شنبه گذشته اما و داداشش جک رفتند به موزه شهر سیتی میوزیم. went رو داره، went میشه رفت. اوکی، رفتند حالا یا رفت گذشته گو میشه. اوکی، گذشته فعل گو میشه. تو این جمله تنها چیزی که عوض شده که جمله رو به گذشته تبدیل کنه همون went یا فعل جمله است. اوکی، که حالت بیس فرمش میشه گو. برای بقیه‌شون هم همین جوریه. مثلا they wanted to learn about animals and history، میخواستن که یاد بگیرن در مورد حیوانات و تاریخ. میخواستن، کاریه که میخواستن انجام بدن. wanted. اوکی، حالت بیس فرمش میشه want، خواستن. اوکی، یا مثلا اینجا the museum opened at 9، ساعت 9 موزه باز کرد. and they arrived early، و اونا زود رسیده بودن. Emma and Jack walked through many doors، درای خیلی زیادی رو واردش شدن یا قدم زدن توی اون حالا قسمت. walked باز میشه گذشته فعل walk. they looked at old paintings، به painting های نقاشی های قدیمی نگاه کردن، میشه looked at. okay. dinosaur bones and interesting tools. Emma took گذشته فعل take هست. take photo، عکس گرفتن، گذشتهش میشه took photo. من عکس گرفتم. I took photos. I took lots of photos. okay. and Jack asked many questions، کلی سوال پرسید. they learned a lot، کلی هم یاد گرفتن. after the museum they ate lunch in a small cafe nearby، نهار خوردن توی یه کافه اون اطراف. ate گذشته فعل eat هستش، پس جمله رو کامل به گذشته تبدیل میکنه. they ate lunch in a cafe nearby. they ordered sandwiches and hot chocolate. چی سفارش دادن؟ sandwiches، hot chocolate. ordered گذشته فعل order هست، یه دونه ایدی گرفته که به گذشته تبدیل بشه، مثل اینجا walked، مثل اینجا opened، مثل اینجا arrived. اوکی، یک سریاشون هم خب تغییر کردن شکلشون دیگه. ate مثلا که گذشته eat، took گذشته take، went همونجور که گفتیم میشه گذشته go و اینها. They talked about their favorite museum exhibits. They talked باز مجدداً ایدی گرفته که جمله‌مون رو، فعلمون رو به گذشته تبدیل کنه و جمله به گذشته تبدیل بشه. بریم ادامهش رو بخونیم. when they went home، باز went گذشته گوه. their parents were waiting for them، were گذشته افعال to be آره. اما showed یه دونه ایدی گرفته، نمایش دادن یا نشون دادن. اما showed their parents the photos، اما یه کاری کرد. اما showed نشون داد عکساشون رو به پدر مادرش. Jack talked about the dinosaur bones، صحبت کرد در مورد
استخونهای دایناسور. اوکی، talked گذشته تاکه، یه دونه ایدی گرفته مثل شود که به گذشته تبدیل بشه. باز everyone was happy، was گذشته افعال to beه. اوکی، افعال to be گذشتهشون میشه was و were. It was a fun day، باز مجددا همین مورد. اوکی، پس نکته‌ای که اینجا متوجه شدیم اینه که ما برای اینکه بتونیم جملاتمون رو به گذشته تبدیل کنیم توی حالت مثبت، تنها کاری که نیاز انجام بدیم اینه که اون توی ساختار جمله اگه دقت کنیم اون فعل جمله‌مون رو تبدیل می‌کنیم به گذشته و جمله به گذشته تبدیل میشه. اوکی، توی همه این جملات این مدلی بود. بریم سوالاتش رو جواب بدیم. Question number 1. Who went to the museum؟ خب میدونیم که چه کسایی رفتن به موزه. اما و داداشش. اوکی، و جوابش میشه اما مثلا and her brother went رفتند به موزه. اوکی، went to the museum. Number 2. When did they go to the museum? When did they go to the museum? بچه ببینید این did توی حالت سوالی میاد برای simple past، برای گذشته. از فعل کمکی did استفاده میکنیم که بتونیم باش منفی کنیم جمله رو و یا سوالی کنیم. اوکی، پس فعل کمکی که اینجا یاد گرفتیم چیه برای زمان گذشته؟ میشه did. اوکی، که گذشته چیه؟ do و does هستش. اوکی، گذشته do و does میشه did. پس ما توی زمان حال ساده یا simple past از فعل کمکی did استفاده میکنیم. اوکی، و مثل همیشه فعل کمکی کمک میکنه جمله منفی بشه یا جمله به سوال تبدیل بشه. پس سوالی که اینجا ما داریم میشه when did فعل کمکی when did they go to the museum؟ کی رفتن به موزه؟ کی رفتن؟ last Saturday morning. Last Saturday morning they went to the museum. They went to the museum last Saturday morning. Last Saturday morning رفته بودن به موزه. سوال بعد where did they go؟ کجا رفتن؟ مشخصه. where did they go؟ بچه یه نکته، وقتی ما did توی سوال داریم، وقتی کلن did توی جمله داریم، حالا چه منفی باشه چه سوالی باشه، فعل به صورت ساده میاد دیگه، فعلمون به گذشته تبدیل نمیشه. اوکی، go همون حالت بیس فرمش رو میگیره، مثل مجددا اینجا توی سوال 2 where did they go؟ کجا رفتن؟ حالا توی جواب که قرار مثبت باشه فعلمون تبدیل میشه چون که دیگه دید نداریم. گفتیم که دید رو فقط برای حالت منفی و سوالی استفاده میکنیم. پس جوابش میشه they went to the museum. They went to the museum. و تا آخر بچه این سوالات رو من الان جواب نمیدم، فایل رو در اختیارتون قرار میدم که بتونید به این سوالات کامل جواب بدید. اوکی؟ پس این شد داستان اما و داداشش جک که رفته بودن به میوزیم، موزه. داستان بعدی هم من فقط ببینید بچه ها، این در مورد این خانم و آقاست که رفتن خرید. اوکی؟ داستان رو نمیخونم، فقط
افعالی که اینجا وجود داره رو آندرلاین میکنم. خودتون میتونید بخونید داستان رو و متوجه بشید. فعلی که وجود داره اینجا ونته که جمله رو گذشته کرده. اینجا ما فعلمون wanted هست. ببینید فعل بعد از سابجکت یا فاعل جمله میاد. اینجا Mr. and Mrs. Green فاعلای جملمون هستن. اوکی، این میشه they. They went to the local market. They wanted to buy fresh fruit and vegetables. میخواستن این کار انجام بدن. اونها میخواستن این کار انجام بدن. Was walked was مجدداً subject. Bought subject بعدش فعلمون اومده tomatoes. دیگه چی داریم؟ green. Bought enjoyed لذت بردن. دیگه sat گذشته سیت میشه. داستان خودتون بچه بخونید متوجه میشید. فاونتن بچه میشه فواره، همچین چیزی میشه. shared به اشتراک گذاشتن. shared میشه به اشتراک گذاشتن. دیگه bread watched تماشا کردن گذشته watch میشه. was okay. returned میشه گذشته return. helped گذشته help یه دونه ایدی گرفته. دیگه چی داریم؟ caught گذشته caught شکلش عوض نمیشه، یعنی حالت irregular هست، بی‌قاعده است. ببین کلا اونایی که اینجا که شکلش حالت ثابت خودش میشه، یعنی میشه caught حالت زمان حال بریدن، زمان گذشته caught هم میشه caught. اوکی؟ کلا افعالی که ایدی نمیگیرن برای تبدیل شدن به گذشته و شکلشون عوض میشه بهشون میگیم irregular verbs، فعلای بیقاعده. اوکی، فعلای بیقاعده irregular verbs. مثلا go که شکلش عوض میشه went، یک فعل بیقاعده است. اوکی، ولی مثلا talk میشه صحبت کردن. یه دونه ایدی که ما اضافه کنیم میشه talked. میشه talked. اوکی، و با قاعده هست این فعل. اوکی، باز مجددا حالا توی این داستان هم سوالاتش رو برای خودتون بخونید و جواب بدید لطفاً که باشه تمرینی براتون. بریم سراغ مورد بعد. مورد بعدی که میخواستم بهتون بگم اینه که بریم سراغ ساختارش. مثل همیشه ساختار مثبت و منفی و سوالی رو بنویسیم که برامون جا بیفته. بچه ساختار مثبت میشه subject verb توی حالت گذشته. اینو یادتون باشه، verb توی حالت گذشته و ادامه جملتون. مثالش هم میشه subject ها رو باز بنویسیم. میشه I, you, he. subject pronoun میشه I, you, he, she, it, we, you و they. اوکی، اینا میشن از subject pronoun هامون فاعل ها، کسایی که کار انجام میدن توی جمله. اوکی، مثلا میخوایم مثال بزنیم. میخوایم بگیم که آقا من دیروز رفتم سر کار ساعت 7 صبح. اوکی، I went من رفتم I went to work at 7 yesterday. اوکی، یا مثلا she cooked اون آشپزی کرد دیشب. she cooked last night.
کاری که قبلا انجام دادیم رو داریم بیان میکنیم دیگه، حواستون باشه کاری که قبلا انجام شده. اوکی؟ برای جمله منفی بچه‌ها، برای جمله منفی گفتم ما فعل کمکی استفاده میکنیم دیگه، فعل کمکی دید رو استفاده میکنیم که چیکار کنیم؟ جمله منفی یا جمله سوالی بسازیم. اوکی؟ ساختارش میشه همون ساختار بالاییه، فقط یه دونه did not اضافه شده. یه تغییر کوچیکم داره، میشه subject به علاوه did به علاوه not میشه I didn't به علاوه فعل که توی حالت چیه؟ توی حالت بیس فرمه. اوکی؟ به علاوه ادامه جمله. مثالش میشه مثلا I نرفتم بیرون. I didn't go out. I did not go out. بیرون نرفتم. یا مثلا اونها تلویزیون ندیدن دیشب. They didn't watch TV. They didn't watch TV. اونا تلویزیون تماشا نکردن. They didn't watch TV. پس برای منفی کردن حواستون باشه که نیاز از فعل کمکی و چون که جمله منفیه یه دونه not رو هم استفاده کنیم. برای سوالی کردن مثل همیشه فعل کمکی میاد اول جمله، بعدش subject رو داریم که باز میگم subject ها I, you, he, she, it, we, you و they هست. اونایی که کار رو انجام میدن. pronoun subject هایی که افرادی که کار رو انجام میدن. اوکی؟ did subject verb و چون که did توی جمله داریم فعلمون به صورت ساده میادش دیگه. went استفاده نمی کنیم. اوکی؟ دیگه مثلا talked رو استفاده نمی کنیم. مثلا میخوایم بپرسیم که باش حرف زدی؟ Did you talk? Did you talk to him? باش حرف زدی؟ یا مثلا دیدیش؟ Did you see him? اوکی؟ توی جوابش هم خب بله خیره دیگه. کلا سوالایی که با فعل کمکی میان جوابشون میشه بله خیر، میشه yes یا no. اوکی؟ سوال هایی که با آیا شروع میشن، آیا باهاش حرف زدی؟ آیا اونو دیدی؟ جوابشون میشن بله خیر. مثلا خب اگر که حرف زدم میگم حرف زدم دیگه، میگم که yes I did. اوکی؟ میشه yes I did. آره من حرف زدم. نه حرف نزدم. No I didn't. اوکی؟ No I didn't. نه حرف نزدم. یا مثلا did you see him؟ اونو دیدی؟ Yes I did. نه ندیدمش. No I didn't. No I didn't. اوکی؟ بازم حالت دیگه از سوال که WH word اولشون میاد فعلای کلمات پرسشی مثل what، مثل when، مثل where. میخوایم مثلا در مورد این بپرسیم که مثلا میخوایم بپرسیم که کجا رفتی دیشب یا چی کار کردی. اینا دیگه جوابشون بله خیر نیست، جوابشون یک اینفورمیشن یا اطلاعاتیه که ما به طرف مقابلمون میدیم. خیلی هم راحته دیگه. اول جمله‌مون میاد، یعنی قبل از did ما WH word رو اضافه میکنیم مثل what که به معنی چه میشه، مثلا where به معنی کجا میشه، مثل when کی یا چه وقت، مثلا چرا، why چه کسی، who چگونه، how هر چند وقت یک بار،
how often. اوکی. WH ورد های مختلفی رو میتونیم استفاده کنیم. طبق چیزی که میخوایم سوال بپرسیم از اینا استفاده میکنیم دیگه. مثلا میتونیم بگیم که دیشب کجا رفتی؟ Where did you go last night? Where did you go last night? دیشب کجا رفتی؟ یا مثلا با کی بیرون رفتی؟ میشه Who did you go out with? Who did you go out with? اوکی؟ این میشه از ساختارش. بعد خب جواب اینها یه اینفورمیشنیه واقعا دیگه، یعنی بله خیر نیست، یعنی یک جوابیه که ما میگیم که آقا کجا بودیم یا مثلا با چه کسی، با رضا بیرون بودم، همچین حالتی. خب بریم یه سری تمرینات انجام بدیم. بچه این فایل سیمپل پست هست، سیمپل پست، گرامر سیمپل پست. در اختیارتون میذارم این رو. به صورت کامل توضیح داده که سیمپل پست چیه، ساختارش چیه و اینها. این همون قسمتیه که من گفتم فعلمون حالتش عوض میشه یا ایدی اضافه میشه. فعل های regular verbs یه دونه ایدی اضافه میشه. فعل های irregular شکلشون کلا عوض میشه. مثلا go میشه went، see میشه saw. اینجا هم میتونید اون حالت مثبت، منفی و سوالی رو ببینید با مثال. اینجا یه سری تمرینات داریم با هم دیگه انجام بدیم. گفته که fill in the blank with the correct past simple form of the verb in parentheses. مثلا شماره اول she، فعلی که بهمون داده واکه. To the park yesterday. She walked. Number 2 they eat. گذشتهش میشه چی؟ ate. اینا گذشته میشن بچه‌ها چون که حالت مثبتن همشون دیگه. این چیزی که ازمون خواسته مثبته. شماره 3 ولی دیگه مثبت نیست. شماره 3 چون نات اومده ازمون خواسته که جمله رو منفی کنیم. چون نات اومده جمله منفی توی حالت گذشته میشه I did not go. یه دونه did اضافه میکنیم چون که not رو هم، چون که جمله منفیه not رو هم داریم. فعلا به صورت ساده میاد چون که did داریم. اینجا هم میشه wrote. بقیه‌شون هم بچه خودتون انجام بدید که بشه تمرین براتون. اینجا هم یه زوم بک کنم. اینجا گفته make these sentences negative using the past simple tense. اینا رو میخوام منفی کنیم. اولی من انجام میدم، بقیه‌اش خودتون انجام بدید. She visited her grandparents. جمله منفی دیگه میخوایم منفی کنیم. یه دونه did اضافه میکنیم با not. فعلمون رو هم به صورت بیس فرم اضافه میکنیم. میشه she did not visit her grandparents. اوکی؟ بقیه‌شون هم یه did not اضافه میکنیم. اینجا هم میخوایم حالت سوالی اضافه کنیم، یعنی اون منفی بودیم میشه سوالی. اولی رو من انجام میدم، بقیه‌شو با شماست. You finished your homework. میخوایم سوال yes no question بسازیم. سوال با did شروع میشه. Did you، چون که did داریم فعلمون به صورت ساده میاد. Did you finish your homework? اوکی؟ اوکی. Did you finish your homework? و جوابش میشه Yes, I did یا No, I didn't اگر که تموم نکردید homeworkتون رو. چرا جوابش فقط Yes و Noه؟ چون که فعلمون فعل کمکی اومده و سوالمون با آیا شروع شده. آیا این کار کردی؟ جواب آیا بله خیره دیگه. اینجا هم بچه انسر کی سوالات هست. لطفا خودتون اول جواب بدید، بعد سوال رو جوابش رو ببینید. اینجا یه سری سوال ها داریم، مثلا describe your last birthday, what did you do. یک sample answer داره
میتونید سمپل انسر رو بخونید، ایده بگیرید و اینکه به این سوال برای خودتون جواب بدید برای تمرین. Number 2, tell me about a movie you watched recently. What happened in the story? فیلمی که اخیراً دیدی، recently میشه اخیراً دیدی، چی بوده و چه اتفاقی افتاد توی داستان. اینجا باز سمپل انسر داریم براش. سوال 3, write about a time you traveled to a new place. Where did you go and what did you see? در مورد اون زمانی که travel کردی به یک new place، مکان جدید، بنویس، write کن. Where did you go؟ کجا رفتی؟ And what did you see؟ چی دیدی؟ see یعنی دیدن، what هم میشه چه. این هم میشه سمپل انسرش. Number 4, tell a story about your first day at school. بیا داستان بگو، tell میشه گفتن، در مورد روز اول مدرست. What did you do؟ چی کار کردی؟ And who did you meet؟ چه کسی رو دیدی؟ سمپل انسر مجدداً. یه سری سوال هم اینجا هست، اگر که حالا خواستید میتونید بنویسید، ولی من یه لیست سوال آماده کردم که میتونید اینها رو انجام بدید. اینا یه خورده راحت ترن سوالات. مثلا سوال اولیه میگه What did you do yesterday؟ دیروز چی کار کردی؟ What did you do yesterday؟ مثلا دیروز توی خونه موندم. I stayed at home. I stayed at home. توی خونه موندم، کار نکردم، توی خونه موندم. یا مثلا سوال بعدی What time did you wake up this morning؟ What time did you wake up this morning؟ امروز صبح ساعت چند بیدار شدی؟ جوابش میشه I woke up at 8. ساعت 8 بیدار شدم. I woke up at 8. Number 3, what did you eat for breakfast today؟ امروز برای صبحونه چی خوردی؟ چیزایی که خوردی رو میگی دیگه. فقط میگی که من خوردم I ate فلان چیز، فلان چیز و فلان چیز. اگر که حالا نوشیدنی هم داشتید بهتره که نه، از have استفاده کنید دیگه، چون که هر دوتاش رو شامل میشه. چون eat یعنی خوردن، برای نوشیدن میشه drink. ببین فعل eat، حالا این بی ربطه، ولی eat یعنی خوردن، drink میشه نوشیدن. و برای حالا هر دوتا رو هم ما میتونیم از have استفاده کنیم که شامل هر دو میشه. و سوالای دیگه، مثلا سوال 8 question number 8 did you listen to music yesterday? Which song؟ دیروز به موزیک گوش دادی؟ چه آهنگی؟ Yes I did. I listened to مثلا شجریان گوش دادم. یا مثلا اینجا 11 what did you buy؟ چی خریدی؟ The last time آخرین باری که you went shopping رفتی خرید. آخرین باری که رفتی خرید چی خریدی؟ میگیم که من خریدم فلان چیز رو I bought فلان چیز، مثلا a t-shirt I bought a t-shirt. من یه تیشرت خریدم. چی دارم می نویسم؟ I bought a t-shirt. و مدل های دیگه. این سوالات خیلی راحتن. این سوالات 30 تایی هست. برای خودتون بخونید. اول ساختار سوال رو دقت کنید. مثلا اینجا اول دید اومده، بعدش یو اومده، بعدش پلی اومده و ادامه جملمون. اینجا با وات شروع شده، بعدش دید اومده، بعدش یو، بعدش فعل. اینها اول ساختار سوال رو برای خودتون قشنگ دقت کنید، بعدش بهش جواب بدید. اوکی؟ این از این. بچه‌ها من همه این فایل‌ها رو در اختیارتون قرار میدم. اینجا هم حالا توی اون فایل، توی این فایل میتونید ساختار جملات مثبت و منفی و سوالی رو ببینید و دیگه نیازی نیست من اینجا اسکرین شات بگیرم چون خیلی خرخاتیه.
اینجا تمیزتر اومده گفته که subject verb به حالت past form و object حالا یا ادامه جمله‌مون دیگه و اینها رو گفته. من همه این فایل ها رو در اختیارتون قرار میدم و باز مجددا میگم اگر که میخواین یک مرور بشه براتون میتونید توی پیج اینستاگرام من این رو هم ببینید. این آموزش رو Simple Past هست. این آموزش میتونید برای مرور از این پست هم استفاده کنید. اوکی؟ مرسی بچه ها که تا اینجا با من بودید. امیدوارم که کاربردی بوده باشه براتون این آموزش و اگر که سوالی دارید میتونید از من بپرسید توی تلگرام. کانال تلگرام من هم بذارید ببینم اینجا میتونم ببینم. آره کانال تلگرام بچه ها کوکولینگوال هست. میتونید از این طریق هم حالا پست های مختلف رو ببینید، هم شماره من هست اونجا هم میتونید راههای ارتباطی رو ببینید. این هم تلگرام هست هم اینستاگرام. میتونید از این طریق با من در ارتباط باشید. اگر که سوالی داشتید میتونید بپرسید. اگر که چیزی نوشتید و خواستید مثلا چک کنیم با هم دیگه چک میکنیم، رفع اشکال میکنیم. اوکی؟ Thank you very much. Take care. Have a good day. Bye.